سلام و درود دوستان عزیز. یه مقدار صبر کردیم بچه ها بیان که انشالله لایو رو شروع بکنیم. خب یواش یواش بریم لایو رو شروع بکنیم. حالا دوستان میان دیگه آرام آرام تا بچه ها بیان. وسط های مسیرم رسیدن اشکالی نداره. خب سلام و عرض ادب خدمت تک تکتون، دوستانی که فعلا اینجا حاضرین تا بقیه بچه ها بیان. حالتون خوبه؟ امیدوارم که عالی باشید. تاپیکی که انتخاب کردیم برای موضوع لایو امشب قدرت کلام هست. قدرت کلام، بذارید من جامو درست کنم راحت بتونم بشینم. خب قدرت کلام، قدرت کلامی که ما اصلا هیچ گونه توجهی بهش نداریم و به راحتی هر حرفی میاد به دهانمون میگیم و احساس میکنیم که اصلا هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. ولی خب از اونجایی که انسان دارای ابعاد قدرتمندی هست که بتونه از اونها استفاده بکنه و زندگی خودش رو خلق بکنه، یکی از اون ابعاد بعد کلام هست. یعنی زبان به شما داده شده، این قدرت به شما داده شده که بتونید از اون در جهت زندگی خودتون، یعنی در واقع در جهت ساخت زندگی خودتون استفاده بکنید. ما توسط 4 بعد افکار، رفتار، گفتار و احساسات دائما در حال خلق زندگی خودمون هستیم. شرایط فعلی زندگیتون هر چیزی که هست در واقع میشه گفت 30%، 40% به خاطر نوع بیان خودتون هست. میتونی این رو امتحان بکنی. صبح که از خواب بیدار میشی اولین جمله ای که به دهانت میاد و میگی چی هست؟ میتونه در قالب شکرگزاری باشه و بگی که خب بسم الله الرحمن الرحیم، الهی با امید تو چقدر روز قشنگیه، امروز بهترین روز برای منه، امروز روزیه که من دائما قرار اتفاقات خوب و عالی رو تجربه بکنم. و میتونی بگی که وای چقدر روز بدی، چقدر روز تکراری، امروز هم مثل روز قبله و اینکه باز هم صبح شد، روز از نو، روزی از نو. دقیقا اینها دیالوگ هایی هست که افراد ازش استفاده میکنن. حالا شما این انتخاب رو داری که از چه بیانی استفاده بکنی، این انتخاب رو داری که چگونه حرف بزنی. دست خودته. به هیچ عنوان این شکلی نیستش که مثلا یک نفر بیاد به تو القا بده و به تو بگه که از این کلمات استفاده بکن. نه، تو خالق زندگیتی و بخشی از اون خلق کردن برمیگرده به نوع بیان خودت. اگر این دانش و مهارت رو داشته باشی که بتونی درست ازش استفاده بکنی، خب قطعا میتونه برات تاثیرگذار باشه. اما خب یه وقتایی هست واقعا نمیدونی الان اینجا چی باید بگی. اونجا بهتره که از سکوت استفاده بکنی. سکوت به معنی اینه که خب من الان واقعا نمیدونم چی بگم. اکثر افراد افکار خودشون رو میان به صورت کلام در میارن و ازش استفاده میکنن. بعد کلام دقیقاً جملاتیه که توسط افکار به زبان ما میاد. ما وقتی که داریم از یه سری جملات استفاده میکنیم، اونها قبلا در قالب یه فکر بوده که گذر کرده و فکر، گفتم دیگه، بر اثر ورج و ورجه ذهن فکر تولید میشه. وقتی هم که فکر تولید بشه، اون فکر رو القا میده به شما و میگه که تو این فکر هستی. این فکری که الان تو سرت اومده، تو میتونی راجع به این برای خودت نظریه صادر بکنی، بیانیه اجرا بکنی و هر چیزی دوست داری میتونی بگی. به خاطر همینه زمانی که صبح از خواب بیدار میشی
مخصوصا اون موقع، چون اول صبح هورمون ملاتونین دیگه کار خودش رو انجام داده، شما در سطح بیداری قرار گرفتی و امواج مغزیت از آلفا اومده به سطح بتا رسیده و آرام آرام میری به سطح هوشیاری. اولین جمله ای که داری میگی تقریبا صبح تا شب تو رو داره میسازه. حالا دیگه انتخاب دست خودته. خیلی ها هستن وقتی باشون صحبت میکنی میگی آره من بدبخت، من بیچاره، من که بابا شانس ندارم، من که اصلا پولی ندارم، من که موقعیتی ندارم. ببین همش داره میگه من و درست میگه. اون منی که داره خودش رو معرفی میکنه میگه موقعیت ندارم درسته. من هیچ وقت موقعیت نداره. اون منی که توسط ذهن ساخته شده یه کاور ایجاد کرده و کشیده روی تو هیچ وقت موقعیت نداره. هیچ وقت شانس نداره که گفتیم شانس حالا یک واژه است. هیچ وقت اتفاقات خوب برای من اتفاق نمیفته. اون منه هیچ وقت براش اتفاقات خوبی نمیفته، چون اصلا جریانش، سیستمش، وجودش از جریان زندگی قطعه. به خاطر همین هیچ موقع نمیتونه خوبی ها رو تجربه بکنه و دائم همیشه توی بدی ها هستش. ببین فرض کن یه مادر یه فرزندی داره که حالا مثلا از این فرزند درخواست میکنه که توی امورات خونه یا یه قسمتی از زندگی بیاد یه کمکی بکنه. خب اون فرزند تمام توانایی خودش رو میذاره و اون کار رو به اجرا میرسونه. حالا در این قسمت یه مقداری خراب میکنه اون کار رو. اولین کلمه‌ای که مادر به فرزند میگه خاک بر سرت دست و پاچه لفتی، خاک بر سرت بیورزه. ببین کلامی که داری به فرزندت منتقل میکنی آینده فرزند تو رو میسازه. این کلامی که از دهانت در میاد بار داره، بار انرژی داره و زمانی که این رو تو به فرزند خودت منتقل میکنی که مثلا خاک تو سرت دست و پاچه لفتی، این کلمه اون بار انرژیش که شما با چشمت نمیبینی توسط گوشهای فرزندت این پیام و این کلمه میاد درونی میشه در فرزند. وقتی که درونی بشه اونجا داره رشد میکنه، زندگی میکنه و این فرزند شما دست به هر کاری بزنه، وارد هر حیطه ای از زندگی، کار، تحصیل یا اون هدف خودش وارد بشه، شک نکن که دائم شرایطی رو تجربه میکنه که زیاد جالب نیست. این کار رو کی باعث و بانیش بود؟ شما پدر یا شما یک مادر، فرقی نداره. کلمه‌ای که داری به فرزندت میگی آینده فرزندت رو داری میسازی. قدرت کلام، بعد کلام اصلا خیلی زور داره. کلامی که از دهانت در میاد به قول گفته خانم اسکابلشین عصای جادویی توئه. تو میتونی از این عصا چجوری استفاده بکنی دست خودته. روز خودت رو با شکرگزاری میتونی شروع بکنی و روز خودت رو با قرقر و شکایت و گله میتونی شروع بکنی. دست توئه. در این جهان قدرت اختیار به تو داده شده. تو آزادی. هر جوری که دوست داری میتونی صحبت بکنی، ولی حواست باشه اون چیزی که داره از دهانت میاد بیرون داره جهان تو رو میسازه، داره آینده تو رو خلق میکنه. پس آینده جایی نیستش که ما مثلا یک مکانی باشه به ما بگن که خب اونجا یه مکانی هست به نام آینده و تو قرار بری به اونجا. با نوع بیان الان خودت در لحظه کنونی اون آینده رو داری خلق میکنی. خب بعد کلام فقط اینجا خسارت نمیزنه که بعد کلام زمانی که داری غیبت میکنی از یک نفر، از یک شخص و داری پشت سرش حرفی رو میزنی، اگر از یکی از صفات بدش داری صحبت میکنی، اون صفات بد چون یک بار و انرژی منفی داره، تو وقتی داری راجع به اون صحبت میکنی کلام تو با انرژی منفی درون اون شخص، خب قطعا هر شخصی وقتی یه کار اشتباهی انجام میده یه سری افراد شروع میکنن پشت سرش صحبت کردن. شما زمانی که داری پشت سر اون طرف صحبت میکنی بابت اون رفتار اشتباهش توسط کلام خودت، چون کلام انرژی داره و اون رفتار اشتباه اون طرف هم به اندازه خودش انرژی داره، اینا با هم همبسامدن. اون
شخصیتی که اون فعلی که در وجود اون طرف هست که شما داری راجع بهش صحبت میکنی با انرژی که شما داری ازش استفاده میکنی و خرج میکنی همسو میشه، وارد زندگی خودت میشه. قدیمی ها میگفتن من نزن به کسی، مثلا خودتو بالاتر از کسی ندون، به سر خودت میاد یا به سر فرزندان خودت میاد یا به سر زندگیت میاد. دقیقا درسته. از نظر علمی انرژی کلام شما با انرژی درون طرف مقابل تلفیق میشه و چون شما این رو پرتاب کردی از دهانت به سمت بیرون، لاجرم اون چیزی که تلفیق شده و به وجود اومده برمیگرده به سمت کسی که این پیام رو داده و وارد زندگی خودت میشه. به خاطر همین میگن آقا جان غیبت نکن، قضاوت نکن. اصلا چیزی که میخوای استفاده بکنی به عنوان کلام، اگر توش چجوری بگم بار مثبتی نداره ازش استفاده نکن، چون واقعا زندگی خودت رو چجوری بگم داری داغون میکنی به راحتی. و این کلامی که به دهانت میاد و تو داری استفاده میکنی کلماتی که اون من درونت میگه آقا ازش استفاده بکن. چرا؟ چون اون من برای بقای خودش باید انرژیشو از تو کسب بکنه و تو زمانی که داری حرف میزنی یادت باشه داری انرژی هدر میدی. اگر اشتباه باشه داری انرژی هدر میدی. این انرژی رو میدی به اون من درونت که بزرگ بشه و اگر اون بزرگ بشه شما کوچیک میشی. یه سلام مجدد میدم به آقای امیرحسین قابل، آقای مجید جمالی و نقاش. تک تکتون دوست داشتنی عزیز دل. یه مقداری دیر اومدید نمیدونم چرا، ولی خب اشکالی نداره. لایو امشب هم که استوری کردیم دیگه، بعد کلام. حواستون به کلامتون باشه. کلام شما داره زندگیتون رو خلق میکنه. به هیچ عنوان از کلمات منفی استفاده نکنید. اگر میخوای بری به سمت محل کارت، اگر میخوای کاری رو انجام بدی، اگر یه نفر ازت میپرسه کجا داری میری، نگو ای پی بدبختی، ای پی یه لقمه نون. خیلی ها رو من دیدم وقتی بهشون میگی ای کجا میری، میگه ای پی یه لقمه زهر بشه، این نون میخواد بیاد وارد زندگی بشه. بابا چرا آخه؟ این انرژی پاک الهی که به تو داده شده تو با این استفاده بکنی و روز خودت رو بسازی، چرا داری اشتباه ازش استفاده میکنی؟ اصلا چرا تو فکر میکنی که مثلا اگر من این کلمه اشتباه رو استفاده بکنم، مثلا یه مقدار مظلوم نمایی بکنم، 4 نفر بیاد دلش به حال من بسوزه، بگه که آره بیچاره تو چرا اینجا این اتفاق برات افتاد. چرا فکر میکنی با مظلوم نمایی کردن و ایجاد یک میدان اشتباهی و کاملا غلط مثلا توجه 4 نفر رو به خودت جلب میکنی؟ کاملا داری به خودت صدمه میزنی. به هیچ کسی هیچ چیزی نمیشه، هیچ اتفاقی برای هیچ شخصی نمیفته، فقط وارد زندگی خودت میشه. ازت خواهش میکنم تا جایی که نیاز نیست حرف نزن. یه سلام مجدد به احمد رضا، سلام مجدد به آقای داوود عبدی، ارادت. همتون دوست داشتنی هستین. پس حواست به کلامت باشه. وقتی که یه نفر یه کاری برات میخواد انجام بده، نگو دستت درد نکنه. ببین دستت درد، داری راجع به درد، کلمه درد رو هم حتی نگو. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر چیزی که تو با زبانت پرتاب کنی به سمت زندگی خودت برمیگرده. حالا من خواهش میکنم که با فرزندانتون درست صحبت بکنید، با همسرتون درست صحبت بکنید. اصلا نیازی نداره با متلک، نیازی نداره با پرتاب کردن یه سری کلمات اشتباه، نیازی نداره که مثلا میخوای یه نفر برات کاری انجام بده، نیازی نیست با قرقر روز خودتو با قرقر شروع نکن. خدایا شکر امروز نعمت بودن رو بهم دادی. این بودنه مهمه، فقط این وجوده مهمه. اصلا امروز چه شکلیه که خب برای ما فرقی نداره. برای انسانی که به اصل خودش زنده بشه فرقی براش نداره امروز چه جوریه. که اون
ذهنه که دائم در حال ارزیابیه، دائم در حال اینه که خب امروز خوبه، دیروز بد بود، فردا خدا کنه خوب باشه، همش خوب بد خوب بد. اصلا ما چیزی به نام بد نداریم. لطفا اسم نذارید روی موارد، روی شرایط، روی اتفاقات. ما چیزی به نام بد نداریم. همه چیز خیر مطلقه، همه چیز به نفع شماست. وضعیت الان زندگیت کاملا به نفعته. اصلا این چیده شده، این مختص توه، روش اسم خوب و بد نذار. ای بابا ای کاش من یه مقدار درآمدم زیادتر بود، خدایا درآمد منو زیاد کن. حتی دعایی که داری میکنی اشتباهه. یعنی که خدایا درآمد منو زیاد کن، یعنی تو با کلامت به طور نامحسوس داری میگی درآمد من کمه. و وقتی که تو داری میگی کمه، روز به روز اون کمه زیادتر میشه توی زندگیت. خب دوستمون گفته جایگزین کلمات اشتباه رو هم بگین. چشم. جایگزین کلمات اشتباه، شما لطفاً از این به بعد به جای اینکه به دیگران بگی دست درد نکنه، راجع به درد حرف نزن، بگو خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنون. اینجا وقتی که داری میگی خیلی، اولا داری راجع به فراوانی صحبت میکنی. ممنون، خیلی ممنون، یعنی ممنونهای بیشتری وارد زندگیت میشه. شما در شرایطی قرار میگیری که یه سری کارها رو انجام میدی که تشکرهای بیشتری از تو بشه. نه خانوم غلامی یا امیر حسین قابل، من آخر نفهمیدم این کدومشونن. امیر حسین تو رو میذارم. درخواست که اشکالی نداره، داره. درخواست در چه موضوعی؟ امیر حسین یا غلامی، هر کدومتون هستین. درخواست در رابطه با چه موضوعی؟ اصلا ما احتیاجی به درخواست نداریم که. چه درخواستی؟ بابا به خدا احتیاج نیست. من تو همه لایوا میگم تو هیچی کم نداری، به والله هیچی کم نداری. چرا فکر میکنی اگر الان توی شرایطی هستی اون کمه؟ اون من توی داره اون رو کم و زیاد میکنه، میگه این کمه اینجا زیاده. اصلا چجوری بهت بگم، کم و زیاد وجود نداره به خدا. باور کن الان این گونه، ببین این لحظه همان گونه است که باید باشد. اصلا دقیقاً تعبیه شده، طراحی شده برای لحظه فعلی بودن تو. این بودن تو، نوع بودن تو، این شرایط رو این شکلی داره بهت نشون میده. چرا بری تغییرش بدی؟ اصلا تو نمیتونی چیزی رو تغییر بدی. هر چیزی رو بخوای تغییر بدی بدتر خرابش میکنی. خب امیر حسین قابل نوشته که همون دعا رو میگم از خدا. ببین دعا، تو اگر حواست باشه که کار اشتباه انجام ندی، دیگه احتیاج نداره که درخواست بکنی که خدا این رو درست بکن. خب چرا اشتباه کردی؟ چرا خرابش بکنی که بعد دوباره بعداً بری بگی آقا اینو درستش کن؟ عاملی که داره اون رو خراب میکنه در درون، اون رو بذار کنار، چیزی خراب نمیشه. ببین نفست، اون من درونت، اون شیطان درونت داره کارا رو خراب میکنه، بعد به تو میگه تو بودی این کارو کردی. خب حالا اینجا خراب شد، برو دعا کن، از خدا بخوا. از خدا چی بخوای؟ از خدا چی بخوای؟ حضرت علی میگه ترک گناه آسانتر از توبه است. یعنی تو اون کار اشتباه رو انجام نده، از کسی هم عذرخواهی نکن. چرا؟ خب اگه ما چیزی که نداریم که آخه، پس این همه دویدن شبانه روزی ما برای چیه؟ برای اینه که عزیز دلم هنوز با معنای غنی بودن در درون آشنا نیستی. تو در درون خودت کاملا غنی هستی. خب کی به تو گفته تو شبانه روز بدویی؟ چرا باید شبانه روز بدویی؟ ندو. دویدن زیاد فقط کفشت رو پاره میکنه، این رو هم حواست باشه. تو یکی از لایوا گفتم هرچقدر تلاش بیش از حد خودش یه پالسی داره به جهان میده، مبنی بر این که آقا من کم دارم، من کم دارم. حتما نیازی نیستش که ما فقط با این زبان بگیم من کم دارم. ما اکثر اوقات با رفتار خودمون داریم به همه جا میگیم آقا، به زمین و زمان، به آسمان و زمین، به یونیورس، به کائنات، به خدا داریم میگیم آقا من کم دارم. خب خدا هم گفته که آقا تو پادشاهی دیگه، تو پادشاهی، تو جانشین من روی زمینی، یعنی قدرت خلق داری. انی جاعل فی الارض خلیفه. وقتی میگی ندارم، وقتی میگی کم دارم، یه جورایی
فرمانت باید اجرا بشه دیگه. خب تو باید شرایطی رو تجربه بکنی که توش نداری بیشتر رو مشاهده بکنی، کمبودهای بیشتری رو باید ببینی. خب خودت خواستی، خودت داری میگی آقا ندارم، برای همه میشه برای ما نمیشه، فلانی شانس داره ما نداریم، فلانی باباش مایه‌دار بود بهش داد. چه ربطی داره؟ بیا 500 تا آدم بهت نشون بدم باباشون هیچی بهشون کمک نکرد، اصلا واقعا یه وضعیت افتضاح. اجاره نشین بودن، بابای بیکار بود، ولی الان پسره ماشاءالله حجره فرش داره، تاجر فرشه. اصلا ربطی به اینها نداره. هر کسی مسئول ساختن زندگی خودشه. اصلا به هیچ عنوان شما بابت کس دیگه نه مؤاخذه میشی و نه بابت رفتار کس دیگه محاسبه باهات انجام میشه. به هیچ عنوان. تو فقط مسئول زندگی خودت هستی و یکی از اون ابزارهایی که داری ازش استفاده میکنی جهت زندگی همین زبانته. این زبان میتونه تو رو خوشبخت بکنه و همین زبان میتونه تو رو بدبخت بکنه. بستگی داره کی از این زبان استفاده بکنه، من ذهنی یا تو. تو اگر بخوای از این زبان استفاده بکنی فقط باید یک کار انجام بدی: شکرگزاری. شکر. ما جز شکر کار دیگه ای نداریم که. هر چیز دیگه ای بخوای بگی من تو داره میگه. شکر، ذکر، دعا هم باز همون شکرگزاری میشه. داریم میگیم دعا کن دیگه، نمیگیم که آقا برو درخواست کن. من میخوام دعا کنم خدایا اینو بده. واسه چی؟ تو یه نگاه به زندگی الانت بکن، به جای اینکه بری درخواست بدی اینو بده اونو بده، یه مقدار روی خودت کار بکن. لیاقت‌های خودت رو سطحشو بیار بالا. سطح لیاقتت رو بیار بالا، بذار بهت هدیه بدن. تو وقتی اینجا قرار داری هیچ وقت موهبتی که در اینجا هست رو به تو نمیدن که. تو نیاز نیست بدویی به این موهبت برسی. این موهبت اینجا هست. تو وقتی لیول خودت رو بیاری بالا میبینی موهبت اونجا هدیه شده بهت. پس احتیاجی به درخواست کردن نیستش. خب مجید جمالی چه سوالات خوبی میپرسه. مجید جمالی توی دایرکت توی تلگرام سوالات خصوصی تو بپرس، من اونجا توضیح میدم. خب پس قدرت کلام رو به هیچ عنوان دست کم نگیر. کلام تو عصای معجزه‌گر توئه. کلام تو میتونه زندگی تو آباد بکنه، کلام تو میتونه زندگی تو خراب بکنه. بستگی به تو داره. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان دروغ نگو. تو هیچ کاری دروغ نگو. زبانی که به تو داده شده ازش استفاده بکنی، انرژیشو صرف یه کار اشتباهی مثل دروغ انجام نده. چون تمام چیزهایی که تو با دروغ به دست میاری فقط رنجهای تو رو در زندگی بیشتر میکنه. ببین اصلا دروغ، چجوری بهت بگم، اگر باور به این داشته باشی، ایمان به این داشته باشی که اگر من الان این جمله رو بگم میتونه برام 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون، 1 میلیارد، 20 میلیارد، هر عددی که تو میخوای اسمشو بذاری، برای من میخواد منفعت مالی به وجود بیاره یا به دست بیارم، با توجه به گفتن فقط همین یه دونه دروغ، باور کن اون اگر بتونی اون دروغ رو نگی و اون کار رو نخوای و اون چیز رو نخوای که دریافت بکنی، از این ور هزاران تا در عالی به روت باز میشه. سلام و درود، شب شما بخیر خالقیان عزیز. باور کن، اگر یه بار دیگه بهت میگم، اگر تو به این نقطه برسی، به این ایمان داشته باشی که اگر من اینجا از این دروغ استفاده نکنم که اون منفعت مالی یا اون منفعت اجتماعی یا اون منفعت عاطفی، هر چیزی بخواد برای من به وجود بیاد، اگر اینجا از دروغ استفاده نکنی، شاید در بعد ظاهری اون اتفاق خراب بشه. بذار خراب بشه. اون خراب شد تا یک جای دیگه یک در با وسعت بیشتر، عاطفه بیشتر، عشق بیشتر به روی تو باز بشه. فقط کافی ازش عبور بکنی. هر چیزی که با دروغ بخواد به دست بیاد، رنج تو رو در زندگی هزاران برابر خواهد کرد. اصلا شک نکن به این ماجرا. چون وقتی که تو داری دروغ میگی، 2 تا عامل دیگه در کنارش هست. یک، ترس کنارشه. تو همیشه به خاطر ترسی که هست سعی میکنی به دروغ متوسل بشی. ترس داری که نکنه این موقعیت رو از دست بدم.
ترس داری نکنه این ازدواجی که میخوام انجام بدم، خب 4 تا دروغ میگم دیگه، 4 تا بلوف میام که بخوام مثلا به عنوان مثال پارتنر خودم رو فریب بدم، یا اون شخص مورد نظر یا نامزد خودم یا اون کسی که میخوام برم خواستگاریش فریب بدم که بتونم این رو جذب بکنم به سمت خودم. خب ببین، میدانی که تو ازش استفاده کردی که طرف مقابلت رو جذب بکنی، میدان چی بود؟ دروغ. خب این دروغ میره طرف مقابل رو وارد زندگی تو میکنه، بله، ولی این دروغ تو با وجود خود شخص تلفیق میشه و زمانی که تو با خود شخص به صحبت کردن بیفتی توی زندگی، اون دروغی که با میدان خودت وارد وجود شخص کردی همون دوباره به سمت تو برمیگرده. چون تو این رابطه رو با دروغ ساختی، وقتی که وارد زندگیت بشی، وقتی که به ازدواج ختم بشه و تو یک زندگی مشترکی رو تشکیل بدی، روز به روز تعداد دروغ‌های زندگی تو بیشتر خواهد شد. هم دروغ از ناحیه خودت، هم دروغ از ناحیه طرف مقابل. چون خودت این شرایط رو به وجود آوردی. با دروغ، بود کلام خودت رو در دروغ خرج نکن. بود کلام خودت رو در غیبت خرج نکن. بود کلام خودت رو در قضاوت خرج نکن. تو چرا فکر میکنی که مثلا الان یه نفر به من یه فحشی داده، یه حرفی پشت سر من زده، خب منم اینجا میشینم الان پشت سر طرف حرف میزنم؟ هیچ وقت این کار رو نکن. این قدرت کلام به تو داده شده که تو ازش استفاده بکنی، ثروت، برکت، شادی، فراوانی، سلامتی و وفور رو در این جهان تجربه بکنی. این کلام به تو داده نشده که تو باش دروغ بگی. این کلام به تو داده نشده که تو باش قضاوت بکنی. تو از کجا میدونی اونی که داره با این کاراکتر داخل شهر میچرخه و با اون وضعیتی که من تو اون رو نمیپذیره داره میچرخه، مگه تو از بطن زندگیش، از بکگراند زندگیش خبر داری؟ نه، تو هیچ خبری نداری. تو فقط با توجه به اون تصاویری که اون من فیک درونت از شخص مقابل یا اون طرف برای تو میسازه، به تو القا میده که این نظر رو راجع به این شخص بگو. دوست عزیزم، تو اگر با دروغ وارد یک رابطه بشی، فرق نداره، اولم گفتم، با دروغ وارد یک رابطه بشی، شخص رو به هر طریقی با دروغ بخوای مجاب بکنی که پارتنر خودت بکنی، همسر خودت بکنی، نامزد خودت بکنی، دوست دختر خودت بکنی، فرقی نداره. اولا که کارهای کاملا اشتباهه. حالا تو به هر علت اینا رو وارد زندگی خودت بکنی که بخوای ارتباط رو استارت بزنی، تمام دروغ‌های زندگی خودت 10 برابر خواهد شد. چون تو خودت این دروغ رو خواستی. گفتم دیگه، ما با 4 بعد رفتار، گفتار، افکار و احساسات دائما داریم به جهان هستی، به این یونیورس دستور میدیم آقا من این رو میخوام. و تو زمانی که با دروغ میری اونجا، به اصطلاح خودت مخ طرف مقابل رو میزنی. من اینو مجابش کردم که بیاد مثلا با من ازدواج بکنه. خب این دروغی که تو استفاده کردی ازش، با نوع گفتنت داری میگی جهان هستی، خدای من، عزیزان، دوستان، لطفاً شخصی رو به من بدید به عنوان همسر که دروغ‌های زندگی من رو بیشتر بکنه. به همین راحتی. خب بریم سراغ چند تا سوال. سلام و درود دوست عزیز داریم. خوش آمدید به لایو. خانم، فکر کنم درست خونده باشم، زهرا جارویی فکر میکنم. سلام استاد خورشید. سلام و درود خدمت شما. خالقیان سوال داره: سید در مورد بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست هم توضیح بدین. خب همینه دیگه. ببین، در دنیای بیرون، در دنیای فیزیکال تو، هیچ چیزی وجود نداره که تو فکر کنی اون برای توه. همه چیز از درون تو سرچشمه میگیره. اگر شرایط زندگی الان، اتفاقات الان، هر چیزی که داری تجربه میکنی قبلا فعلش رو خودت دادی. ولی خب انسان فراموشکاره. انسان از نسیان میاد. نسیان صرفش که بکنی میشه نسی یعنی فراموشکار. فراموش میکنیم که این پالس رو خودمون دادیم و الان باید خودت دریافت بکنی. دقیقاً بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی تویی. تو چرا فکر میکنی ثروت بیرونه؟ ثروت این توه.
چرا تو فکر میکنی شادی بیرونه؟ شادی این توه. تو باید شادی رو در وجود خودت تجربه بکنی، باهاش زندگی بکنی و اگر این شادی رو در درون خودت تجربه بکنی و به اون نسخه اصلی خودت دست پیدا بکنی، بیرون در هر شرایطی، با هر فردی، در هر محفلی، هر مکانی تو وارد بشی، شادی تو اونجا بیشتر میشه. چرا؟ چون این شادی داره از درون تو سرچشمه میگیره. این شادی رو با توجه به تنفست، با توجه به افکارت، با توجه به رفتارت داری در بیرون میدی و چیزی که میدی 10 برابرش رو دریافت میکنی. یه دونه گندم میکاری تو زمین، اوکی؟ یه دونه گندم کاشتی چند تا بهت میده؟ حداقل 70 تا. چرا؟ خدا با این کار چی رو داره به تو ثابت میکنه؟ قانون فراوانی، قانون وفور، برکت. یعنی همه چیز هست در این جهان. حالا بیرون تو هر چیزی که هست تو توسط درونت داری دستورش رو میدی. اگر راجبت صحبت میکنن تو داری راجب دیگران صحبت میکنی. اگر حرف خوب بهت میزنن تو داری حرف خوب میزنی. این جهان کوه هست و فعل ما ندا دیگه. تو برو تو کوه داد بزن سلام، 2 بار دیگه میذاره روی یه بار خودت، 3 بار بهت میگه سلام سلام سلام. حالا فوش بهش بده، 2 بار دیگه میذاره رو فوش خودت، برمیگردونه به خودت میده. این قانون انعکاس دیگه، قانون انعکاس. شما بیرون هر چیزی که میبینی تصویر درون خودته. یعنی اگر فرض کن یه اتفاقی برات رقم میخوره که خوشایندت نیست، دوستش نداری، اونجا به جای اینکه با اتفاق مقابله بکنی، اونجا باید از خودت سوال بپرسی، بگی من کجا چه کاری انجام دادم که این اتفاق رو قراره تجربه بکنم. خب هر چقدر فکر کنی یادت نمیاد، چون فراموشکار، انسان فراموشکاره. بهتره اونجا سکوت بکنی و سعی بکنی از اون لحظه به بعد دیگه کارهایی رو انجام ندی که در گذشته انجام میدادی. خب اون اتفاق خودش به خودی خود خنثی میشه. همین. خالقیان تونستم پاسخت رو بدم؟ بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست که بخوایم راجبش صحبت بکنیم که 3-4 ساعت باید راجبش صحبت بکنیم، ولی خب من کوتاه و مختصرش کردم که تقریبا به جوابت برسید. بله دقیقا درست آقای جمالی عزیز. بله اگر بخواد زیادشم میکنه. خب سوالی اگر دارید بپرسید من پاسخ بدم. چند ثانیه صبر. خب الهی شکر. پس بازم تاکید میکنم، تکرار میکنم، موضوع لایو امشب قدرت کلام بود. از قدرت کلام غافل نشید. لطفاً از این بعد به کسی نگید دستت درد نکنه، بگو خیلی ممنون. لطفاً به کسی نگید که ببخشید دیگه شرمنده مزاحم شما شدم. خیر، اصلا به هیچ عنوان نگید ببخشید مزاحم شما شدم. شما مزاحم نیستید. به طرف مقابل بگید خیلی ممنونم که وقتت رو برای من گذاشتی. خیلی ممنونم که داری صبوری میکنی. ببین خیلی کلمات هست و میتونی ازش استفاده بکنی. حتما باید بگی دست شما درد نکنه، من نوکرتم، من چاکرتم، من غلامتم. کی گفته؟ چرا؟ او خیلی ممنون، صبوری کردید، لطف کردید. قابل توجه اونایی که میخوان برن برای پسراشون زن بگیرن. دقت کردی؟ ما امشب اومدیم این پسر ما رو به غلامی قبول بکنید. از این به بعد دیگه قرار این شغل جدیدم داشته باشه، غلام. این حرفا چیه؟ این دختر ماست، کنیز شماست، کنیز شماست، دستبوس شماست. کی گفته تو دخترت کنیز مردمه؟ کی گفته تو پسرت غلام مردمه؟ کی همچین حرفی زده؟ کلمه تو توسط گوشهای فرزندت میشه یک پیام. اون فرزند پیام رو درونی میکنه. اون پیام درونی بشه شروع میکنه میدانهای انرژی تولید کردن از درون به بیرون و این هم در دنیای بیرون اینا همه رو جذب میکنه. آقا پسری که داری میری برایش زن بگیری، میگی این رو به غلامی قبول بکنید، اون تفلک باید فقط یه اون غلام بودن رو تجربه بکنه. باور کن جدی میگم. یا دختری که میخوای
بدی بره نگو به کنیزی قبول بکنید. یعنی چی کنیز؟ کی گفته این کنیزه؟ خیلی هم پادشاهه. شما تک تکتون پادشاهید برای خودتون. از قدرت‌های درون خودتون استفاده بکنین. از قدرت‌های درون خودتون غافل نشین. اصلا خودتون رو کوچیک نکنید. به هیچ عنوان. به هیچ عنوان به خاطر کمبود عاطفه وارد رابطه نشید. هر جایی که میبینید از کمبود حرف میزنه، هر جایی که میبینید از غیبت و قضاوت داره حرف میزنه، اونجا پا نذارید. اصلا اونجا با نوع انرژی درون شما سازگار نیست. برای شما سم اون مکانها یک آتش بزرگیه که دامن شما و زندگیتون رو هم میگیره. خیلی راحت شیک و مجلسی رفتی اونجا میبینی دارن راجع به چیز دیگه حرف میزنن، خدا حافظ، من یه کاری برام پیش اومده باید برم. عزت نفس یعنی همین. عزت نفس، نفس به ما داده شده که عزت پیدا بکنه دیگه. اگر تو مشاهدش بکنی، ازش استفاده بکنی، نفست عزت پیدا میکنه، بزرگ میشه، همون نفس نجاتت میده. ولی خب تو چیکار میکنی؟ این نفس حیفه بره با دروغ تلفیق بشه، حیفه بره با غیبت و قضاوت تلفیق بشه. سر همینه که میگم دخترتون نگو بفرمایید این کنیز شماست، دستپوش شماست، شما دیگه این رو از این به بعد به کنیزی قبول بکنید. نه دوست عزیزم، نه قربون تو برم، دختر تو کنیز نیست. نه تو خودت کنیزی، نه دخترت. تو دوست داشتنی ترین فرد روی زمینی. سلام و درود دوست عزیزمون، فکر کنم نوری زاده، خوش آمدی به لایف. فکر کنم شما اولین لایویه که میایید. خوش آمدید. به هیچ عنوان نه خودت نه فرزندت کوچیک نکن. چرا باید کوچیک؟ من نوکرتم. به هیچ احدی نگو نوکرتم. به خدا قسم این یونیورس دست به دست میده، در شرایطی قرارت میده که نوکر بودن رو تجربه بکنی. من غلام شما، من خاک پاک شما. این حرفا چیه؟ تو خاک پا نیستی، تو پادشاهی، تو خلیفت اللهی. ارزش های خودت رو فراموش نکن، اصل خودت رو فراموش نکن. تو در درون خودت گنج بی نهایتی، ولی متاسفانه برای گنج تو دنیای بیرون داری پرسه میزنی. بیرون چیزی نداره به تو بده. بیرون چیزهایی رو به تو داره میده که تو در درون دونها رو داری. اگه بیرون داری تصاویری رو میبینی که خوشت نمیاد، با عرض تأسف باید بگم اون تصاویر در درون توه. طبق قانون انعکاس چیزهایی رو داری مشاهده میکنی که در درون خودته. تو خودت رو با فکرت داری معرفی میکنی، با فکری که اصلا توهمه. تو داری فکرهای خودت رو زندگی میکنی. یه فکر میاد عبور میکنه، تو نمیذاری این بره، میگیریش. آی فکر عزیزم لطفاً بیا منو معرفی کن. بابا چی کار داری میکنی؟ تو اصلا بذار یه چیزی بهت بگم. اصل تو میدونی کدومه؟ امشب بذار من بهت یه چیزی بگم. اصل تو اون نیروییه که پشت این چشم داره با این چشم جهان رو میبینه. تو میتونی اون رو معرفی بکنی؟ بعد بهت میگن تو کی هستی؟ من سید علی قریشی، فرزند فلانی، شماره ملی فلانی، ساکن فلانجا. این منم. عزیز دلم این هویت اجتماعی توه. تو اصلا نمیتونی خودت رو به کسی معرفی بکنی. نیرویی که در درون تو داره این دست تو رو تکون میده، این جسم رو داره تکون میده، اون تویی. معرفیش کن ببینم. نمیتونی. تو رو فقط خالق و مالکت میتونه معرفیت بکنه. نه من اینم دیگه، دارای 2 تا خونه، 6 تا فرزند، 500 تا همسر، 400 تا ملک. اینا متعلقات اجتماعیته. تو چرا فکر میکنی که اینا تو نیستی؟ اینا رو به شما دادن که در این جهان یک پروسه‌ای رو سپری بکنی، تجربه بکنی. همین. سوالی اگر هست بپرسید، من پاسخ بدم. دوست عزیزمون خانم نورازه، فکر کنم که فامیلی رو هم نتونستم بخونم، تو هنوز ناپدیدی ز جمال خود چه دیدی. دقیقاً همینه. شما فکر میکنی این دستی که داری تو دستتی. نه، شما دست داری، دستت نیستی که. شما ذهن داری، ذهنت نیستی. اینقدر خودتو با ذهنت خود انگاری نکن. اصلا خودتو اون چیزی که ذهن میاد میگه معرفی نکن. تو ذهن نیستی که. ذهن داری که ازش استفاده بکنی. نمیتونی استفاده بکنی، اشکالی نداره، اون از تو استفاده میکنه.
اگر تو از اون استفاده بکنی زندگی تو خلق میکنی، اگر اون از تو استفاده بکنه جهت رشد خودش تو رو نابود میکنه. خب احمد رضا پرسیده هر هفته لایف هست؟ بله، هر هفته ما 5 شنبه ساعت 10 شب لایف داریم و روزهای دوشنبه هم لایف در کانال یوتیوب بارگذاری میشه و این لایف فکر کنم فردا دیگه ادمین بتونه بذارش برای پست. آره میذاریمش برای پست که ذخیره میشه که بتونید کامل نگاهش بکنید. خب خانم نقاش درود بر شما، سپاسگزارم از حمایت ها. خانم نقاش بی نهایت از شما سپاسگزارم بابت حمایت هایی که داری از من میکنی، از پیج داری میکنی و هر لحظه سپاسگزارم. افراد خوبی مثل شما واقعا انگشت شمارن. من به داشتن فالوورها و دوستای خوبی مثل شما واقعا افتخار میکنم. دمتون گرم. امیدوارم که هر لحظه قلبتون باز، ذهنتون آرام. سوالی نیست، صحبت ها کامل و یادآوری آموزه هاست. بسیار عالی. خب خدا رو شکر. نکات طلایی شما زیباست. زنده باشید، بزرگوار خودتونید. شما واقعا بزرگوارید. آقا بعد لایف شام نمیدین. مجید جمالی دیگه برو شامت هم بخور. خب امیدوارم که هر لحظه از در و دیوار، آسمان و زمین برای خودتون، خانواده محترمتون شادی و سلامتی و ثروت و عشق و نور و فراوانی بباره. تا لایو بعدی، خداحافظ.